با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی و تجلیل از نوروز عالم‌افروز، کارهای آبادانی و سازندگی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت وسعت تازه کسب نموده، ساکنان با روحیه بلند در تدبیرهای آبادانی سهمی ارزنده می‌گذارند. شهر خوجند که مرکز مأموری ولایت سوخت به حساب می‌رود، روز از روز آباد و زیبا گردیده، برای رشد تمام سمت و ساحه‌ها زمینه گذاشته می‌شود. با مقصد وسعت کارهای آبادانی، سبز و خرمگردانی و بنیاد انشاءات جشنی در حدود شهر خوجند نقشه‌های نوی سازندگی عملی می‌شوند. نوروز که در خود رمزهای پاکی و آزادگی، سازندگی و بنیادکاری را تجسم می‌کند، با فرا رسیدن این جشن همایون، کوچه و خیابان، باغ و گلگشت‌ها و تمام محله‌های حدود شهر قبای نو را به بر نموده، ساکنان محنت‌خرین با حسی بلند و افتخار ملی در آبادی دیار سهم می‌گذارند. با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و مقامات محلی شهر، راه و کوچه ها منفرش و به طور زمانوی وسیع گردیده برای حرکت بیمانیه واسطه نقلیات مساعدت میکند. بنیاد راه برای پیاده‌گردان در شفت راههای ماشینگرد، تشکیل جاهای استراحت و دمگیری و فراغتی برای ساکنان و مهمانان از تدبیرهای دیگر کارهای آبادانی محسوب می‌یابد. در پرتوی هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، صاحبکاران وطندوست و شرکت‌های ساختمانی هم در تعمیر راه‌ها، بنیاد انشاءات مهم اجتماعی و فرهنگی و فراهم آوردن شرایط مناسب استراحت و فراغت سهم می‌گذارند. زیرا آبادی وطن رسالت هر فرد وطندوست به شمار رفته، سهمگذاری در بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون نشانه واضح احساس مسئولیت و افتخار بزرگ معنی داد می‌گردد. در سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی، ساکنان شهر خوجند کارهای آبادانی را در تمام حدود محله‌ها بیش از پیش گسترش بخشیده، به مهمترین جشن ملی 35 سالگی استقلال دولتی آمادگی کامل می‌بینند. معلوم است که شهر خوجند با دستگیری و توجه خاصه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در زمان صاحب استقلالی آباد و زیبا گردیده، برای کار و زندگی مردم شرایط ارزنده فراهم آورده شد. مردمی سازنده و بنیادکار در جواب به غمخوری‌های روزافزون حکومت مملکت در پی باز هم آباد و زیبا نمودن شهر کمر همت بسته، در فضای امن و ثبات و تنتنه‌های نوروز کارهای سازندگی را رواج می‌بخشند.